ماجراهای جوجک. یک شب در نهایت استیصال شروع به دعا خوندن کردم. این که به من الهام بشه که این بچه چشه، درد از چیه. آقای دکتر جهانی رو خواب دیدم. ایشونو خیلی زیاد خواب میبینم و همیشه در خوابهام دارم ازشون اطلاعاتی یاد میگیرم. اگرچه در بیداری هم همیشه همینطور هست و ایشون وقت زیادی برای آموزش مراجعه کنندگانشون میذارن. چند نفر دیگه هم در خواب بودن که نمیشناختمشون. اونها برای من یک هدیه آوردند. اون هدیه شبیه یک پرنده بود، درست شکل جوجک، به همون رنگ. منتها پرنده نبود، شبیه لباس بود. پوست پرنده‌ای که تنگ کنی و شبیه به یه پرنده بشی، شبیه یک خاور پرنده بود. هدیه رو گرفتم و با خوشحالی گفتم چه جالب، رنگ جوجکم هست. در واقع این هدیه برای جوجک بود که در دستان من گذاشته بودم. امیدوارم تعبیر شفای جوجک باشه و اون لباس عافیتی باشه که بالاخره بر تن خواهد کرد.